بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس هشتم با شما رسیدیم. در درس هشتم اصل اول که شناختن الله هست. ما شما در درس قبلی خواندیم که اصول ثلاثه هست که شناختن الله هست و شناختن رسول الله صلی الله علیه و سلم و شناختن دین اسلام. این حال اصل اولش ای عالم شروع میکنه و میگه فاذا قیل لک من ربک، میگه وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم میگه فاذا قیل لک، پس هنگامی که برای تو گفته شود که من ربک، رب تو کی هست؟ یعنی رب چه معنا میده؟ یعنی رب او ذاتی که انسان خلق میکنه و وقتی که انسان خلق کرد حفظش میکنه و اگر مریض شد شفا میتیش و برش رزقش میده، برش زندگی میده و برش میمیرانش، تقدیرش برش تعیین کرده هست و او ذاتی که مثلا برش احکام تعیین کرده که چه قسم با کدام منهج زندگی بکنه، با کدام اصول زندگی بکنه و ای که چی حق است، چی باطل است، چی خوب است، چی زشت است، این برش تعیین کرده، اوامر برش تعیین کرده، احکام تعیین کرده. ایناله اگر از پیش تو پرسان کنه که اینمی ذاتی که امی همه اینا را مثلا تمام این چیزها مخصوص به او هست و او رب العالمین است و رب تمام مخلوقات هست، ایناله از تو پرسان کنه که رب تو کی هست؟ فقل میگه پس تو بگو ربی الله، رب من الله هست. الذی ربانی، او ذاتی که مرا خلق کرد، مرا تربیه کرد، مرا روزی داد، مرا شفا داد، مرا رزق داد، مرا حفظ کرد، برای من احکام داد، برای من پیغمبر فرستاد. و رب جمیع العالمین، و او ذاتی هست که خلق کرده هست و حفظ کرده هست و روزی داده هست و احکام تعیین کرده هست برای تمامی عالمیان و تمامی مخلوقات. یعنی رب ما هست و رب العالمین هست. خب و رب جمیع العالمین بنعمه، و تربیه نمود، خلق نمود، تربیهشان کرد، رزق دادشان، روزی دادشان، حفظ کرد همه مخلوقات بنعمه به نعمتهایش. و هو معبودی لیس معبود سواه، اونمو رب العالمین که مرا زنده کرده، یحیی و یمیت و یخلق و یرزق و یحفظ، اینمو ذاتی که خلق میکنه و رزق میده و روزی میده و مرا شفا میده وقتی که و اذا مرضت فهو یشفین، و شفا میتن الذی یطعمنی و یسقین، او ذاتی که مرا طعام میده و مرا آب میده و مرا زندگی میده و مرا حیات میده. این حال میگه اونمو رب العالمین که است، او ذات معبود ما هست، یعنی که من فقط او را عبادت میکنم، معابد عبادت کننده هستم و او معبود حقیقی است که معبود ما است. لیس لی معبود سوا، این قسم بگو که بغیر از او دیگه معبود نیست. یعنی این طریقه مسلمان زندگی کردن بر ما نشان میده ای عالم که اگر کسی پرسان کرد که رب تو کی هست، برش میگه که رب ما الله هست، او ذاتی که ما را تربیه کرده و ما را خلق کرده، ما را روزی داده، ما را پرورش کرده و رب جمیع العالمین و تمامی مخلوقات، تمامی عالمیان، عالم انسان، عالم ملائکه، عالم جن، عالم حیوان، عالم نبات، کل از اینا را او ذات به نعمتهای خود اونا رو چی کرده؟ تربیه کرده و پرورش کرده. و هو معبودی، و اونمو رب العالمین که هست که ما همیشه میگیم که الحمدلله رب العالمین، امو معبود ما هست که برش میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیس لی معبود سواه، بغیر از او من معبود ندارم. بسیار خوب. خب دلیل از چی هست؟ دلیلش میگه و دلیل قوله تعالی، و میگه دلیلش امی آیت قرآن است که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان گفته هست که الحمدلله رب العالمین، تمامی حمد و تمامی صفات عالی که صفات کامل هست که در او هیچ نقصان نیست، صفات با عظمت هست، این مخصوص الله سبحانه و تعالی هست که او رب العالمین است. صفتش چی است؟ که رب العالمین است. الله هست، یعنی معبود ذات یگانه هست که عبادت میشه، معبود حقیقی هست، و رب العالمین است که رب تمام مخلوقات هست. این دلیلش است. و کل من سوى الله عالم، و تمام بغیر از الله، تمام موجودات بغیر از الله
اینا کلشان چی هستن؟ عالم گفته میشن. پس اگر ملائکه هست، ملائکه عالم ملائکه مخلوق هستن، عالم جن هست اینا هم عالم هستن، اینا مخلوق هستن. عالم نباتات، عالم نبات میگن، اینا هم مخلوق هستن دیگه. عالم انسان که است، انسان ها که است، ما هستیم، ما هم مخلوق هستیم و تمام مخلوقاتی که هستن اینا میگن اینا کلشان عالم هستن، مخلوق هستن. هر موجودی بغیر از الله کلشان عالم گفته میشه و اینا چی هستن؟ و اینا مخلوق هستن. و انا واحد من ذلك العالم، و ما یکی از جمله امی عالمیان هستم، یعنی ما هم یک مخلوق هستم و رب ما رب العالمین، رب همه ما و شما هست. خب فاذا قیل لك بما عرفت ربك، اگر مثلا از کسی از تو پرسان میکنه که تو رب العالمین، پروردگارت از چی شناختی؟ فقل پس تو برش این قسم جواب بتوی، عقیده درست توحیدی هست که این قسم برش بگو که به آیاته و مخلوقات الله سبحانه و تعالی، ما الله سبحانه و تعالی به دلایل قدرتش شناختم. دلایل قدرت الله را که میبینم شناختم. و به مخلوقاتش، وقتی که مخلوقات میبینیم، مخلوقات بیهوده خلق شده، این مخلوقات خلق شدن، پس وقتی که مخلوقات الله را میبینم پس میفهم که اینا کلشان خالقی دارن. آیات دلائل قدرت الله چی است؟ میگه و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر. دلائل قدرت الله سبحانه و تعالی روز شب هست، روز است که روز میشه باز شب میشه، این به قدرت کی میشه؟ قدرت رب العالمین میشه. خب و آفتاب مثلا طلوع میکنه، آفتاب غروب میکنه، قمر طلوع میکنه، قمر از بین میره، کلان میشه، خرد میشه. این کل ازی این دلائل قدرت الله هست. خب و من مخلوقاته، و از مخلوقات الله سبحانه و تعالی السماوات السبع، آسمان های هفتگانه رو که ببینی اینا از مخلوقات الله هست. امی که شب و روز دلالت میکنه به قدرت رب العالمین و ذاتی که او را کنترل میکنه، شب میسازه، روز میسازش، آفتاب طلوع میکنه و غروبش میده و مهتاب اینه میخسم خرد میسازه، کلان میسازه و اینال این دلائل قدرت الله است. و از مخلوقات الله سبحانه و تعالی امی آسمان های هفتگانه که است، این مخلوقات الله هست. والارضون السبع، و این زمین های هفتگانه که 7 طبقه زمین هست، اینا این کلش مخلوقات الله هست. و ما فیهن، و تمام مخلوقاتی که در بین آسمان ها و زمین است، اگر سیارات است، اگر کهکشان ها هست، اگر مثلا آفتاب است، اگر مهتاب است، اگر در زمین مثلا مخلوقات است، کوه ها هست، بحرها هست، حیوانات است، نباتات است، پس اینی تمام اینا مخلوقات الله هستند. پس ما الله سبحانه و تعالی با دلایل قدرتش و با مخلوقاتی که هست میشناسم. خب و دلیل قوله تعالی، میگه دلیلش چی است که شما این گپ میگین؟ میگه دلیلش چی است که الله سبحانه و تعالی آیات قدرت خدا بیان کرده که و من آیاته، و از دلایل قدرت الله سبحانه و تعالی اللیل و شب و النهار و روز و الشمس و آفتاب و القمر و مهتاب. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجده نکنین برای آفتاب و مهتاب، واسجدوا، سجده بکنین، لله، به الله سبحانه و تعالی الذی خلقهن، او ذاتی که تمام از اینا را خلق کرده. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر شما فقط او را عبادت میکنید. و دیگه دلیل قول الله سبحانه و تعالی است که الله متعال میگه ان ربکم الله، یقینا که رب شما الله هست، الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، او ذاتی که خلق کرده آسمان ها و زمین فی 6 ایام، در 6 روز. ثم استوى على العرش، باز الله سبحانه و تعالی استوا کرد بر عرش. یغشی اللیل و النهار یطلبه حثیثا، اینجا مثلا یغشی اللیل میگه شب روز مثلا میپوشانه، یطلبه حثیثا که او را خواب شب روز را میپوشاند و شب شتابان به دنبال روز در حرکت است، یعنی امی قسم به دنبال از او روان هست. خب و شمس و القمر و النجوم، امی قسم الله سبحانه و تعالی خلق کرده آفتاب را و قمر و مهتاب را و النجوم و ستاره ها را خلق کرده. تمام از اینا مسخرات به امره، که اینا مسخر و تابع هستند به امر الله سبحانه و تعالی. الا آگاه باشین، له الخلق، که خلق کردن مخصوص الله هست،
و الامر و امر کردن که شریعت بسازه و اوامر و احکام تعیین بکنه، این هم مخصوص الله است. تبارک الله رب العالمین، بسیار عالی مقام است و با برکت است الله که رب عالمیان هست. و رب العالمین هو المعبود، او ذاتی هست که عبادت میشه. و دلیلش هم قوله تعالی، آیت قرآن است، الذی جعل لكم الارض فراشا، الذی، وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا. اینجا باز بیان میکنه که شما عبادت بکنید ربتان را. ربتان کی است؟ الذی خلقکم خلق الذین من قبلکم، باز میگه الذی جعل لكم الارض فراشا، او ذاتی که زمین مثل فرش بر شما گردانید، و السماء بنا، آسمان مثل سقف بر شما گشتاند، و انزل من السماء ماء، و با قدرت و عظمت خود از آسمان ابر با ابرها را نازل کرد و از طریق ابرها آب، باران و برف و ژاله و ایگپا را نازل کرد. فاخرج به، باز توسط ازینا و قدرت عظمت خود با این آب زمین آب داد و توسط امی آب خارج کرد، با قدرت خود خارج کرد به واسطه این امی آب من الثمرات، از میوه ها، از نباتات، از سبزیجات، از میوه‌جات، حاصلات، از حبوبات، اینا کلشان در ثمرات زمین داخل میشه. چی حبوبات باشه مثل گندم و جو و جواری و دال و موشونگ و نخود و دال نخود و ایگپا، و یا هم از جمله مثلا چی باشه، از جمله نباتات باشه مثل گندنه و سبزی و پالک و مثلا بادرنگ و زردک و تره و این چیزها، و یا هم از جمله میوه‌جات باشه، اینا کلش ثمرات هستن، و یا هم از میوه‌جات باشه مثل سیب و ناک و توت و زردالو و شفتالو و عم و دیگران. خب این به الله سبحانه و تعالی با قدرت خود بیرون کرد توسط از آبی که نازل کرده بود، از میوه ها رزقا لکم، از این ثمراتی که بر شما در زمین بود، رزق بر شما روزی هست که شما هم از این نباتات استفاده میکنین، هم از این میوه‌جات استفاده میکنین و هم از این حبوبات استفاده میکنین که این رزق برای شما. فلا تجعلوا لله اندادا، وقتی که رب شما هست و این زمین برتان فرش کرده، آسمان او خلق کرده، از آسمان باران او نازل میکنه و میوه‌جات او خلق کرده و از او میرویانه، پس این رزق شما را او برای شما میرسانه. فلا تجعلوا لله اندادا، پس شما برای الله ند و شریک نگردانین و انتم تعلمون، در حالی که شما خوب میفهمین. قال ابن كثير رحمه الله، علامه ابن كثير رحمه الله میگه الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده. اینا میگه خالق تمام این چیزها که است، او مستحق هست که عبادت شود. مستحق یعنی خودش مستحق است و ای که ما شما او را عبادت میکنیم و میگیم که او مستحق است برای ما و شما، یعنی الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت است که باید ما و شما عبادت از او را به حقانیت و به شکل درست بکنیم. پس مستحق عبادت کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. عبادت مخصوص کی است؟ مخصوص الله متعال است. چرا عبادت و اطاعت مخصوص الله است؟ به خاطر که الله رب العالمین هست. دیگرها که هستن اینا بیچاره مثل ما و مخلوق که حتی کنترل نفس خود هم نداره. یک خستگی که در سینه انسان بند شود دیگه نزدیک است که تباه شود و بمره. پس الله سبحانه و تعالی هست که خالق آسمان ها و زمین است. الله لا اله الا هو الحی القیوم. الحی القیوم هست، او ذات پاک هست که خالق ما و شما هست و عبادت میشه و مستحق عبادت است و مستحق اطاعت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.